سلام، خوش اومدید به چنل فست موویز. امروز میخوایم با هم یک فیلم فوق‌العاده استرس‌زا و هیجان انگیز رو خلاصه کنیم به نام فال یا سقوط. لطفاً چنل من رو دنبال کنید و با کامنت کردن نظر خودتون برام من رو خوشحال کنید. ویدیو حاوی اسپویل هست، پس لطفاً مراقب باشید. سال نوتون رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم از فیلم لذت ببرید. در ابتدای فیلم ما سه نفر رو مشاهده میکنیم که معتاد به هیجان و آدرنالین هستن و دارن از یک صخره خطرناک بالا میرن. این دختر پسر هم مثل که با هم توی رابطن و توی اون موقعیت خطرناک دارن همدیگه رو میبوسن. یعنی عملاً اسرائیل رو به سخره گرفتن. ناگهان یک کبوتر از یک سوراخ میاد بیرون و باعث رها شدن دستای پسره میشه. سعی میکنه خودش رو از صخره آویزون کنه، ولی تناب نگهدارندش رها میشه و به پایین پرت میشه. چند سال بعد بکی، یعنی همون دختری که اون روز دوست پسرش رو از دست داده بود، هنوز نتونسته با قضیه کنار بیاد و داره مداوم تماس میگیره باهاش. با وضعیت داغونش از بار میره بیرون و پدرش رو اونجا پیدا میکنه. پدرش نصیحتش میکنه که دوست پسرش رو فراموش کنه و زندگی جدید رو شروع کنه. میخواد سوار ماشین شه و بره، ولی پدرش نمیذاره مست رانندگی کنه و بکی مجبور میشه پیاده برگرده. وقتی بکی برمیگرده خونه، باز شماره دوست پسرش رو میگیره، ولی اسرائیل نمیذاره که جواب بده. بکی دوباره شروع به مشروب خوردن میکنه و دست به دامن قرصای مختلف میشه که رفیقش هانتر باهاش تماس میگیره. برای فراموش کردن اون اتفاق تلخ بهش یک پیشنهاد خطرناک ولی جذاب رو میده. به اون میگه که برای پخش کردن خاکستر دوست پسرش باهاش به بلندترین و قدیمی‌ترین دکل تلویزیونی جهان بیاد. ولی بکی بعد از اون حادثه چشماش ترسیده و انجام کارهای ریسکی رو کنار گذاشته. اما بالاخره هانتر راضیش میکنه و میزنن به جاده تا برن سمت ماجراجویی عجیبشون. ما متوجه میشیم که هانتر یک دوست پسر هم داره که هویتش هنوز مشخص نیست و یک کانال یوتیوب هم داره که در حال پیشرفت و ترکیدنه. شب قبل از صعودشون بکی داره به این دکل که بلندترین سازی موجود در آمریکاست نگاهی میندازه و از عظمت و هیبت اون یه خورده ترسیده. بالاخره صبح میشه و اون و هانتر به سمت مقصد راه میافتن. هانتر شروع میکنه به ولاگ گرفتن برای کانال یوتیوبش و یک لحظه میرن که توسط یک کامیون زیر گرفته شن. خوبه، شروع خیلی خوبی بود برای امروز. جاده منتهی به اون دکل با یک تابلوی خطر تمام میشه، ولی دختر این همه راه رو نیومدن که یه تابلو جلوشون رو بگیره. پس اونو نادیده میگیرن و میرن داخل. در مسیرشون هم دوتا لاشخور رو میبینن که دارن لاشه کیوان دیگر رو میخورن، ولی دخترها لاشخورها رو فراری میدن و هانتر داره تمام این اتفاقات رو برای یوتیوبش ضبط میکنه. لاشخورها یک لحظه بکی رو یاد اون کبوتر که دن رو کش میندازن و همین باعث میشه استرس بکی بیشتر شه. بالاخره به این هیولای 600 متری میرسن و حالا باید از پله‌های زنگ زده و قدیمی اون بالا برن. بکی ترسیده، ولی هانتر با یک سخنرانی اندروتیتی به شجاعت میده و آمادهش میکنه. دخترها شروع به بالا رفتن از دکل میکنن که 20 سال هست دست نخورده باقی مونده و کسی سمتش نیومده. بکی همون اول را در حال گرفتن پله یه تیکه از اون توی دستش میشکنه و ترسش رو چند برابر میکنه. اونا تقریبا نصف مسیر رو رفتن و حالا تشنه‌شون شده و میخوان آب بخورن، ولی سخت‌ترین جای کار این 100 متر آخره که اونا باید از این پله زنگ زده که هیچ اعتباری بهش نیست بالا برن. ولی بکی شک داره که بالا بره یا نه. دختر یالا، اگه میخوای بری پیش زیدت پس شک به دلت راه نده. وقتی مسیر رو شروع میکنه هانتر بهش میگه پای رو نگاه نکن و فقط بالا رو تماشا کن، ولی بکی حرفش رو گوش نمیده، پایین رو نگاه میکنه و استرسش 1000 برابر میشه. هانتر برای آروم کردن اون میگه بیا آهنگ مورد علاقمون رو با هم بخونیم. در حالی که با خوندن آهنگ استرسشون یه خورده کم شده، به یک دیش بزرگ میرسن که باید از اون عبور کنن. هانتر به راحتی ازش رد میشه، ولی بکی هنوز ترس داره و آروم آروم سعی در رد شدن ازش داره. هانتر سر شوخی یکم پله رو میلرزونه تا آدرنالین خون بکی یه خورده بالا بره و شجاعت بگیره. یک تیکه از قطعات دکل رها میشه و میافته، ولی به هر سختی هست بالاخره میرسن بالای دکل و رسیدنشون رو با سلفی گرفتن جشن میگیرن. یک دوربین پرنده کنترلی هم با خودشون آوردن تا هانتر بتونه برای یوتیوبش کلیپ ضبط کنه. به محض رسیدنشون کله خراب بازی هانتر شروع میشه و یه دست از دکل آویزون میشه. به بکی هم پیشنهاد میده که این کارو کنه. بکی با ترس انجامش میده و هانتر هم در حینی که دستاشو گرفته باهاش یه شوخی خرکی میکنه و ولی بالاخره میارتش بالا. سپس بکی خاکستر دن رو اونجا پخش میکنه و یه سخنرانی یاد بود هم میاره تو کارش. حالا چه چیزی بدتر از بالا رفتن از این دکل 600 متریه؟ درسته، پایین اومدن از اون. اول بکی اقدام میکنه، ولی پله یهو تحملش رو از دست میده و در هم میشکنه و باعث میشه دوباره پله از زیر پای بکی رها شه و تنها دلیل زنده موندنش هم تنابیه که بهش متصله. هانتر اونو میکشه بالا و با هم از استرس و فشاری که بهشون وارد شده قهقه میزنن. خلاصه که دختره باهوش قصه‌مون یکم زیادی طول میکشه تا بفهمن پله برای پایین اومدن وجود نداره، ولی خب هیچ اشکالی نداره. اونا تلفن همراهشونه، ولی زرشک میبینن تلفن‌ها هم اینجا آنتن نمیده. اونا میدونن که بدون آب و غذا بیشتر از چند روز اینجا دووم نخواهند آورد. سپس یک دوربین چشمی و یک فشفشار رو هم پیدا میکنن تا بتونن باهاش کمک بخوان. قضیه خیلی قشنگتر میشه وقتی
متوجه میشن کیفی که آب و غذا هم توشه روی دیش پایین افتاده. هانتر امیدواره و میگه حتما یکی صدای خرد شدن پله رو شنیده و به زودی به کمکمون میاد. سپس بکی هم متوجه میشه که پای اون به شدت آسیب دیده و این میشه قوز بالای قوز که هانتر با یک تیکه پارچه پاهای بکی رو میبنده. این خنده ها رو میبینین؟ به زودی قرار مفشه. بکی از هانتر میپرسه که چی شد که کانال یوتیوبش رو راه انداخت. هانتر هم میگه بعد از مردن دوست پسر بکی یعنی دن این تصمیم رو گرفت تا مردم بفهمه که زندگی خیلی کوتاه و از لحظاتشون لذت ببرن. بکی یکم تعجب میکنه که چرا باید تو به خاطر زید من بی کانال یوتیوب راه بندازی. 5 ساعت گذشته و دخترها فقط با دوربینشون یک ون قدیمی و یک سری لاشخور رو مکانیابی کردن. هانتر میگه تو یک پست فضای مجازی باید از مردم کمک بخوان و خودشون رو از دکل آویزون کنن تا ارتفاعشون کم شه و شاید آنتن بده و پست ارسال شه. هانتر آویزون میشه و تلفن رو هم با طناب فرستاده پایین، ولی وقتی گوشی رو میارن بالا میبینن فایده نداشته و پست ارسال نشده. این بار تصمیم میگیرن یک توییت بزنن که اطلاعات مهمی از یک شخص سیاسی دارن. بعدم گوشی رو بذارن توی کفش و پرتش کنن پایین تا شاید اونجا آنتن بده و توییت ارسال شه تا بتونن پلیس رو به اونجا بکشونن. و از ترس اینکه گوشی موقع پرت کردن بشکنه، هانتر لباس زیرش رو در میاره و میذاره توی کفش و فقط کار ما رو برای تمرکز کردن روی ادامه خلاصه فیلم سخت‌تر میکنه. چند دقیقه بعد از شانس خوبشون یک مرد با سگش پیداش میشه. دخترها خودشون رو میکشن که توجهش رو جلب کنن، ولی مرد سیگماتر از این حرفاست، راشو میکشه و میره. بکی یه لنگ کفش دیگر رو هم از بالا حوالش میکنه، ولی مرد باز کفش رو برمیداره و سیگما بازی در میاره و میره. بکی میخواد برای اینکه مرد رو مطلع کنه از منورها استفاده کنه، ولی هانتر بهش میگه که این کارو نکنه چون بهتره اونا منورها رو برای شب نگه دارن. وقتی شب میشه، بکی توجه جلب تتوی روی پای هانتر میشه و وقتی داره یکی از کلیپ‌های قدیمی رو تماشا میکنه، متوجه این موضوع میشه که هانتر و دن یه خورده زیادی با هم گرم گرفته بودن و میرقصیدن. هوا الان تاریک شده. دخترها منور رو میزنن و نقششون جواب میده و مرد بالاخره متوجه میشه. میاد سمت دکل و بالاخره ماشین دخترها رو اون زیر میبینه. همه چیز عالیه. بالاخره شانس دخترها براشون گرفت، ولی داشتمون خیلی شیک و مجلسی ماشین رو میدزده و میره. اواخر شب چراغ چشمک زن روی دکل هم روشن شده و بیشتر میره روی مخ دخترها. بکی از هانتر راجع به تتوش میپرسه که نوشته 143. اما متوجه میشیم که دن این رو به جای دوستت دارم به بکی میگفته. آخه کدوم ابله به جای دوستت دارم میگه 143؟ همون بهتر که مرد. خلاصه که گند قضیه در میاد و مشخص میشه دن و هانتر تمام این مدت رو داشتن به بکی خیانت میکردن. بکی با شنیدن این نابود میشه، ولی تصمیم میگیرن فعلا گیس و گیسکشی راه نندازن چون توی ارتفاع 600 متری جاش نیست. تا صبح راجع به اون قضیه با هم کلنجار میرن و خوابشون نمیبره. از فشار تشنگی زیاد و نبودن آب، هانتر بالاخره تصمیم میگیره با طناب بره پایین و کیفشون رو بیاره. هانتر از تمام ظرفیت طناب استفاده میکنه و پایین میره، ولی باز هم برای رسیدن به کیف کافی نیست. طنابش رو رها میکنه و یه دستی آویزون میشه، ولی فایده نداره و در نهایت کله خراب بازی در میاره و جونش رو میذاره وسط و میپره روی دیش. آب توی کیف رو برمیداره و جلوی بکی که تشنه هم هست میخوره. وقتی آب میخوره عقلش دوباره کار میکنه که حالا تو پریدی روی دیش، چطور میخوای برگردی بالا؟ یه خورده دخترامون کلا توجیه نیستن که هر رفتنی یه برگشتنی هم داره. هر چی زور میزنه فایده نداره و از مونوپاد سلفیش هم برای گرفتن طناب استفاده میکنه، ولی هیچ کدوم از این راهها جواب نمیده. دوباره مجبور میشه کله خراب بازی در بیاره و میپره توی ارتفاع 600 متری از کیف آویزون میشه. بکی داره اون رو میکشه بالا، ولی ناگهان طناب از دستش سر میخوره و هانتر دیگه قطعا مرده. ولی خیر، این بار هم شانس آورده و به زور خودش رو نگه داشته، ولی تمام دستاش خونیه و آسیب دیده و بکی حالا مجبور تنهایی هانتر رو بکشه بالا. ولی به هر زحمتی هست بکی اون رو میکشه بالا. دخترها تصمیم میگیرن یک نامه کمک بنویسن، اون رو بزنن تو این دوربین پرنده و هدایتش کنن به نزدیکترین هتل اونجا، ولی به زودی متوجه میشن شارژ نداره و قبل از اینکه سقوط کنه سریعا برش میگردونن. شب بکی در حالی بیدار میشه که هانتر پیشش نیست. لاشخورها دارن دورش پرواز میکنن و جنازه هانتر رو میبینه که داره توسط لاشخورها خورده میشه، ولی ناگهان از خواب میپره و خوشبختانه اون فقط یک کابوس دیده، ولی بدبختانه اونا بالای این برج 600 متری هنوز گیر افتادن. این دیگه واقعیه. به این فکر میافتن که هواپیمای کنترلی خودشون رو با استفاده از برق این چراغ دکل شارژ کنن. حالا وقت هنرنمایی بکی فرا میرسه. خودشو با ترس و لرز میرسونه بالای این دکل، ولی نمیتونه سر چراغ رو برداره چون به شدت داغه. لباسش رو در میاره و ما رو هم داغ میکنه. تارجر رو میزنه توی دو شاخه این چراغ و جواب میده. هواپیماشون شروع به شارژ کردن میشه. لاشخورها هم حالا توی اون ارتفاع بکی رو مورد هدف گرفتن، ولی به هر زحمتی هست موفق میشه هواپیما رو شارژ کنه و بیاد پایین. تصمیم میگیرن تا ساعت 10 صبر کنن که هتل نزدیک به دکل باز شه و هواپیما رو بفرستن. در همین حال دخترها شروع میکنن یه جورایی وصیت کردن و از پشیمونی هاشون میگن. بکی میگه از اینکه به حرفها و نصیحت‌های پدرش بعد از مرگ دن گوش نداده پشیمونه و هانتر هم از خیانت کردن به بکی پشیمونه. بالاخره 10 صبح میشه و هواپیما رو خیلی تمیز میفرستن اونجا و کامیون هم خیلی تمیز لهش میکنه.
بکی تصمیم میگیره که باید اون یکی تلفنشون رو هم بذارن توی کفش و بفرستن پایین، ولی باید خدمتتون عرض کنم که هانتری وجود نداره و اون همون لحظه که رفت پایین آب بیاره و تناب از دست بکی رها شد افتاد و مرد. ولی بکی از ترس تنها موندنش نمیخواسته این رو قبول کنه و توی این توهم داشته زندگی میکرده که هانتر زنده است. حالا توی این گیر و واگیر طوفان هم میاد و مثل این که به عنوان غول مرحله آخر این دختر باید با زئوس هم بجنگه. بکی دیگه ناامید میشه و آخرین کلیپشو برای پدرش ضبط میکنه و توش وصیتش هم میکنه. صبح میشه و صدای دلنشین پرنده ها به گوش میرسه، ولی پرنده‌ای که سعی داره پای بکی رو بخوره. سپس بکی پرنده رو میگیره و اونو میکشه و از سر ناچاری مجبور میشه گوشت اون رو هم برای زنده موندن بخوره. سپس میره پایین و توی گوشی هانتر یک پیام مینویسه، میذارتش توی کفش و پرتش میکنه پایین. بالاخره پدر بکی خبردار میشه و با پلیس به اونجا میاد، ولی متاسفانه دیره و جنازه اون رو اونجا میبینه. شوخی کردم، جنازه بکی نبود و مال هانتر بود و بکی زنده است و قول میده به پدرش که دیگه دختر خوبی باشه و این غلطا نکنه. برای شادی روح هانتر و دن اجماعاً صلوات.